بگو همه آقای حتی دیگه داره امسال قصر حسن آقای این جگرش زحمت بشه. کشیده آقای حسن آقا ما واقعا از شرمنده هستیم خدا نگهداری مادرش بکنه خدا رحمت پدرش هم بکنه روی شاد باشه بابا با سکینه خانم صحبت کن. سکینه خانم سلام علیکم انشالله که حالت خوب باشه قربونت برم با این بچه دستت درد نکنه خیلی ماشاءالله نور خدا پسر خشی داری نازش بشم اونجا حتی آروسی بردار آروس خوشگل بذار تو بغلش بیا اینجا دعا حسین نکن آقا همه دور سرت بگردم ولی فدات شم انشالله حالت خوب باشه قربونت برم دلم برات خیلی تنگ شده همه جون جگرت بشم فاطمه خانم ولی دورت بگردم نمکتون داری قرآن بخونی میدونی این ور بدونی صندلی یا قرآن بخوندی جگرت بشم الهی حالت خوب باشه آقا دونم خود سلام میگم نمیدونم اسمشون چیه آجی آقا دون شوهر عزیزتون انشالله که حالتون خوب باشه سالم باشه با هم پیر شد انشالله همیشه خوشبخت باشه عمه جان سلام عمه فاطمه انشالله که حالت خوب باشه قربونت برم خیلی دلم واسه تنگ شده خیلی دوستت دارم اینجا به خدا همیشه ذکر خیرت هست گلی خانم سلام خیلی دوستت دارم زحمت کشیدی برای ما تشکر از محبتت اسمت خانم سلام انشالله که حالت خوب باشه و خیلی ممنون که از مادر پذیرایی میکنی حلیمه خانم سلام حال شما چطوره انشالله که حالتون خوب باشه سالم باشه خیلی دوستتون دارم دلم براتون تنگ شده انشالله روزی بشه که همگیتون رو ببینم گلی خانم انشالله که حالت خوب باشه انشالله پسر دومات که اومده اینجا ما ندیدیمش انشالله دختر عروس کنی و زودی خودت هم بیا اینجا جگرت بشم همین